بسم الله الرحمن الرحیم. نحمده و نصلی علی رسوله الکریم. اما بعد، هموطنان عزیز، در پیوان به پاسخ متن امرالله ناصالی که در صفحه فیسبوک خود نوشته و شماره واتساپی را گذاشته که هر کسی در مناطق خود طالب همکار طالب شناسایی کند، ما در پاسخ به این ناخلف و انسان خبیث و مرتد میگیم هر کسی که پیروان امرالله ناصالی و هر کسی که بغاوتگران منافق زیر عنوان مقاومت را در شهر کابل و ولایات دیگر و پنجشیر شناسایی کند، به ما محل دقیقش اطلاع دهند، در بدلش برشان جایزه نقدی میدهیم و هویتشان کاملا پیش ما حفظ می باشد. هموطنان عزیز، اینها منافقین هستند، اینها دشمنان الله و رسولش هستند، اینها در برابر استعمار و مزدوران استعمار جهاد و مبارزه و استادگی را فراموش کردند. امروز در برابر حکومت اسلامی به دستور استخبارات اجنبی بغاوت میکنند. جهاد و مبارزه در برابر ازیار یک امر لازمی و ضروری است و ما بر از اینها فرصت نمیدیم که در برابر نظام امارت اسلامی، یک حکومت اسلامی آرمان دیرینه امت مسلمان است، اینها بغاوت کنند. اینها را انشالله در همه جایی که باشند سرنگون میکنند. با ما همگام باشید و همکاری نمایید. شماره تماس ما 070 415 46 35. شماره واتساپ ما 0787 68 16 08. هر کسی که همکاری کند و هویت دقیق پیروان امرالله ناصالی و مقاومتگران بغاوتگران برای ما بدهد، ما برایشان جایزه نقدی معقول میدهیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.